سال 2022 وقتی ما این خونه رو خریدیم، این تراس 30 متری رو بهمون دادن و گفتن که میتونید توش یه اتاق خواب در بیارید. ما هم تصمیم گرفتیم بعد از 3 سال که تو این خونه نشستیم این کار رو انجام بدیم. اولش گفتیم خیلی سخته، خیلی هزینه بره خونه رو عوض کنیم، ولی بعد دیدیم این ویو دریا و این طبقه رو نمیتونیم با این قیمت رو پیدا کنیم. پس تصمیم گرفتیم که بازسازی کنیم. این شد که اینجوری شروع کردیم به بازسازی کردن، کاری که قرار بود توی 2 هفته یا 3 هفته تموم بشه 3 ماه طول کشید. ولی طول کشیدنی که دقیقاً داشت میشد همون چیزی که خودمون میخواستیم. همون تراس رو داشتیم، همون ویو رو داشتیم و حالا قراره یه اتاق هم داشته باشیم. اینجا بود که دیگه پایه های اتاق زده شد، شیشه ها نصب شد، سقف تراس خورده شد و فقط مونده بود سقف اتاق. خیلی هیجان داشتیم براش و اینجا اومدم شبیه این ویدیوهای ترند رفتار کنم. یه تیکش خراب شد ولی خب بقیهش همونجوری ادامه داد. حالا اینم قسمت تراسشه. بعد از این میریم برای اتاق خواب. با من همراه باشید.